حضور مرداد ماهی‌ها جون میده برای خوشبخت شدن، جون میده کنارشون خنده‌هات از عمق وجودت رو لبت بشینه. یه مردادی با وجود قصه‌هاش لبخندش رو گوشه لبش حفظ میکنه. شاید واسه همینه که فکر میکنی مغروره، اما نه، یه مردادی قصه‌هاش رو سرت آوار نمیکنه. پس اگه چیزی آرزو کنه بهش میرسه. تو دلبروترین آدمای فصل دلبر تابستون قطعاً مردادی‌ها هستن. یه مرداد ماهی تا دلت بخواد مهربون و شکیله، تا دلت بخواد بخشنده و باگذشته. اینو بدون که اگه یه روز عاشقت بشه کوه غرورش رو برات خورد میکنه و تو رفاقتش با وفاترین رفیقه. مرداد ماهی جان، تولدت مبارک.